سفرمونه فرانکفورت از هتلمون در اومدیم داریم میریم اوکی. همین. سرد. آره خدایی خیلی سرده. بچه‌ها براتون خودش فیلم بگیرم چه شکلی اینجا، هوا چطوره، دستش تکون میخوره ها. من هیچ مسئولیتی ندارم در رابطه با کاری که میکنه. چکشه بالا پایین میره. چون نمیدونم برای کی دارم میگیرم. هوا رو ببینین مشخصه پاییزی، سرد، خوب، باحال، 2 نفره. باید دیگه راه بیفتیم دیگه بچه‌ها. سلام، چطوری بچه؟ انقدر دلم میخواد براتون فیلم و عکس و اینا بگیرم. انقدر البته گرفتم، دوربینم پره، فقط اینترنت درستی هنوز پیدا نکردم که بتونم کارامو بکنم. این اول اینترنتیه که وصل شدم با خیال راحت. سلام خوشگله. چه نوسه منم سریع تا تموم بود دار بچست. حالا دیگه این هم میمونه یادگاری. دم دریاچه با بارون. بعد با این آهنگه. مرسی. بابا هی شوخی نکن بابا. میگم شوخی. حالا این بری بخونیم دریاچه. این شوخی خوبی نیست. اینم برمیداریم، اینم از بارون. آخر همسایه‌ها کنسرتمون دعوت میکنیم تولد داداش رضا سال دیگه. سلام. کردم تولدت مبارک. بچه الان تو اینجا یه مغازه دیدیم که اینو اینجا داره، خیلی هم خوشگل.